اینا عضله نیستن گول نخورینا. اینا کسایی هستن که تنبل تشریف داشتن، اومدن واسه اینکه عضلاتشون سریع گنده بشه توش سنتول تزریق کردن. سنتول چیه؟ ترکیب روغن، الکل و لیدوکائین تزریق میشه توی عضله و باعث میشه اون عضله بزرگ بشه. خب تا اینجاش خوبه، بدون وزنه زدن و سختی کشیدن عضلاتت بالا میاد. اما ممکنه این روغنا فشار بیارن به رگای خونی که دارن خون میرسونن به اون عضله. رگ بسته میشه، خون نمیرسه به عضله دچار نکروز میشه، سیاه میشه، میمیره. به جز اون این روغنا ممکنه شکسته بشن، برن وارد خون بشن، بعد از خون برسن به قلب، به مغز، سکته قلبی و مغزی اتفاق بیفته و تهش هم مرگ. احتمال داره عفونت هم به وجود بیارن. پس هیچ وقت گول نخورین، وسوسه نشین که برین سنتول داخل عضلاتتون تزریق کنین. ورزش کنین برای اینکه سالم بمونین، نه اینکه این شکلی بشین و عضلاتتون گنده بشه.